آیا میدونستید بیشتر مردم تا آخر عمر سخت کار میکنن تا پول در بیارن، اما هیچ وقت یاد نمیگیرن چطور پول رو وادار کنن برای خودشون کار کنه؟ رابرت کیوساکی در کتاب پدر پولدار، پدر بی پول، راز این تفاوت رو فاش میکنه. کیوساکی 2 پدر داشت. یکی پدر بی پول، مردی تحصیل کرده، کارمند، معتقد به امنیت شغلی، و دیگری پدر پولدار، کارآفرینی ریسک پذیر که باور داشت باید دارایی ساخت. این 2 نگاه متضاد به او یاد دادن که یا میتونی برده پول باشی و اربابش. درس اول، ثروتمندها دارایی میخرن، فقیرها خرج میکنن. دارایی یعنی چیزی که پول به جیبت میاره، مثل ملک اجاره یا کسب و کار. بدهی یعنی چیزی که پول از جیبت بیرون میکشه، مثل قسط ماشین یا خریدهای مصرفی. درس دوم، اگه فقط کارمند باشی، تو برای پول کار میکنی، ولی وقتی سرمایه گذاری و کارآفرینی کنی، پول برای تو کار میکنه. درس سوم، دنبال حقوق بیشتر نباش، دنبال یادگیری باش. یاد گرفتن مهارت‌هایی مثل فروش، بازاریابی، سرمایه گذاری و مدیریت آینده مالی تو رو تغییر میده. درس چهارم، ثروتمندها احساساتشون رو مدیریت میکنن. مردم معمولی یا از ترس بیپولی تصمیم‌های اشتباه میگیرن یا از طمع پول بیشتر، اما ثروتمندها با منطق جلو میرن. کیوساکی میگه ثروت واقعی توی حساب بانکی نیست، توی ذهن توئه. شاید امروز پول زیادی نداشته باشی، اما اگه مثل ثروتمندها فکر کنی، دیر یا زود پول برای تو کار خواهد کرد. پس دفعه بعد که پولی دستت میاد، از خودت بپرس دارم خرجش میکنم یا دارم آینده‌ام رو میسازم؟